هر موقع من پنکیک درست میکنم میگی راحت پس چی کار میکنی پنکیکات خوب میشه، مال ما خراب میشه. تصمیم گرفتم توی یه دونه پست چند تا مدل پنکیک رو فقط با یه بیس مواد بهت یاد بدم. سلام، من راحت پزم. تخم مرغ، شکر، وانیل و خوب با هم زن بزنید کرمی رنگ که شد، به شیر و روغن و آرد و بیکینگ پودر رو اضافه کنید که مقدار دقیقش رو توی کپشن براتون نوشتم. برای مدل اول یه تابه کوچیک احتیاج داریم. 2 تا ملعقه از مواد رو میریزی، درش رو میذاری، حرارت حتما کم باشه. حدود 5 دقیقه هر طرف زمان میبره که آماده بشه. واسه این که شکلاتی بشه مغزدار، مواد میریزی، بعد شکلات، دوباره یه کوچولو دیگه از مواد پنکیک همون مدلی، درش رو میذاری، هر طرف 5 دقیقه. بقیه این مواد رو توی قوطی سس یا از این قیفای پلاستیکی میریزی. واسه مدل اول همینجوری شلخته بریز ته تابه. یکم که خودشو گرفت هر میوه‌ای که دوست داشتی بریز و این شکلی رولش کن. اصلا نگران نباش، توی رول کردن خیلی راحت رول میشه، اصلا هم شکننده نمیشه، به هم راحت میچسبه. واسه مدل رشته‌ای بعدی همین شکلی دایره‌ای دور تا دور تابه داغ بریز. 1 دقیقه بعد برش گردون. اینم از مدل رشته‌ای که خیلی راحته. واسه مدل میکی موز دایره بریز کف تابه داغ 2 تا گوشه کوچولو هم واسش بذار، نگران نباش اون گوشه هم بهش میچسبه. مهمه که حتما تابه داغ باشه و پنکیکات بیشتر از حد معمول روی حرارت نمونه، وگرنه رنگش تیره میشه و سفت میشه. لایک یادت نره.